سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند سر حال باشین. دوستای امروز ما سرشته دارم ترکی انشالله پخته کدم دیگه. گندنه ایرم خو ششته قیله کده یعنی برایشون که استینالی میکس منم نیز گندنه آلویشم جوش دارم میشتم میرم آلویشی دیگه. دوستای نیم از مرچی سبزی ایرم قط کردم دیگه. یم نیمکشی یکو کسی نمک تیز خوش داره یکو سلکه خوش داره، لیکن من زیاد تیز نمک خوش ندارم، کمالکه خوش دارم دیگه. هر کس مرزیشی نه یزیشی یز نیمکشی دوستای گل، لیکن خبر نیم شما که است ترکی پختنین منش زیره مینداختین، لیکن ما از خاطری ذائقه‌ش همیشه منش زیره مینداختم. این زیرهش البته ثابت هم مینداختم. این زیرهشی دیگه. اینی مساله یم مسالهشی یا دوستای گل انشالله ایری که سنالی میکس کنی قد خیر شی میکس کرده بس تیاری پخته کدوش قد خیر شی میگیری دیگه. امروز روز جمعه دوستای گل، برای چاشت جمعه گفتم که یکم پشکی پخته کنی بابیشم چطیه خانه هسته تم قدر شما ویدیو رو شیر کنم. دوستا دیگه میکس ازیم شد ماشالله. تو خیلی خوب رنگ بدر کده، نه مطلب گندنه‌ایش زیاده نه آلویش زیاده، آلویش فول درمیانه ماده دیگه. نالی تیم پخته کدوش ما شمار نشان میدم دیگه. شما دیگه ویدیو از مرتاح کن تا آخر دیگه. دوستای گل میخوایی که مغزی پرکی رو پر کنم دیگه. من زیاد خودم پرکی کلان جورنم چون خوش ندارم پرکی کلان ریزه درمیانه جورنم دیگه. هر کس کار کدوش مختلفه نه خیال ما، هر کس از خود یک اندازه کار کدو داره دیگه. ما میخوام این اندازه پرکی پخته کدو اسمه ریزه است دیگه. شما چی رنگای دوستا؟ شما قصه کن در کامنت بکن که شما مطلب بگو آدم که ما دیدم خوردم که مطلب کلان پرکی پخته نه مطلب مزه میده، تمامش مزه میده، لیکن هر کس طریقش همزی طریقش میگم که هر کس طریقه پخته کدوش دوستانه. دوستا دیگه روغنم سرخ آمده، من پیش که بنداختم پختهش نه. بسم الله دیگه. یه پختهش نه مالیه دیگه تیار کنم تا تای زرد نخواد فرا دوستای گل. دوستا دیگه پیش که میرو پختهش داره یا اولتا هم گوشناش داره این الله که داره یکی چیکار دیگه. سبکی لبش نشده یا صبر کن بچیم که پختهشونه دوستا دیگه. ما پلتی بدیم پیش که توخم دیگه ساعت شده یا نشده. بسم الله میبین گرنین چی خوبش خود زرد کده میگه. تاوا بسیار اینطوره تاویم زیاد خوب شیانه پرکستانی پرکی خوب دستانی دیلیت خود میپختنه دیگه تر. دوستا دیگه پرکی از من تیاره دیگه، جایشم خالی مبدون کل از من نوشیجان میکدیم دیگه. سلام دوستا، نه بولانی تیار شده دیگه. جایتان خالی، بولانی خانگی دیگه مزه داره. مرا سل ریا مزه نمیده، البته اونا دیگه رنگ جرمونن مگم خانگی دیگه چیزه دیگه. جای تمام شما خالی. ما ایره تست منم یم چکنی خوب مزدار کشته والا جور شده، کشتش هم خود ما جور کردیم دیگه ذائقه داره. لاجواب دیگه، لاجواب.
چکنی کشته در گرمی زیاد خوبه دوستا. کشته بگیرین، جوس کنین، چکنی جور کنین. جواب بخوا از این چکنی بخوا. دوستا ما خود تقریبا 4-5 نزدیک خوب در مثال اشتیا مخورم. شما چند رو بولانی شما رو بسونم. سایزهای بولانی هم فرق مونه. یک آدم کلان جور مونه، یک آدم زیاد ریزه جور مونه. خود جای هست که ما دیدیم بولانی اینه. این بولانی های از ما دیگه چیزی کمی حقیقت دیست نه دیگه. نازک، موادش هم خوب پر. دیگه خوب مغزکی پخته میشه خب. خمیر نمومنه درونش. دیگه دل آدم جمع صاف سطرایه. تیلی که دیزی استعمال میشه خانگی دیگه و در خوردنیه. سلری والا که مورن مردم میگن دیگه به نظر من اگر نوت کنین زیاد اوضاع تیلش خرابه. اگه اشتهایتون هم واسه رزیمه رو ببخشین دوستا. اگه شیر کردم خود شما هم زیاد مزه داره. اگر در خانه تنیسین جور کنین حتما استعمال کنین. این چکنی دیگه رقم گرمی رو میدم نه. دیگه دوستا به اجازهتان ما ایره مخرم. تا اینجوری که قد از ما بودین ویدیو از ما رو دوستا حتما لایک کنین، کامنت هم کنین، شیر کنین قد دوستای خوب، سابسکرایب کنین. ما امید دارم که شما ما رو حمایت کنین دوستا. دو امید از شما ما چینل یوتیوب خوب آز کردی نیم فامیلی بلوگز حتما قد دوستای خوب شیر کنین دوستا. دیگه ما رو تنها نیلین، حمایت شما رو ما ضرورت دارم دوستا. الله حافظ، خدا شما رو نگاه کنه.